بچه‌ها قسمت بعدی واژه‌سازی و حالا تو بگو. بریم ببینیم این قسمت قراره چه کلمه‌های جدیدی رو یاد بگیریم و بسازیم. باسواد یعنی کسی که سواد دارد. باخبر یعنی کسی که از چیزی خبر دارد. با ارزش یعنی چیزی که ارزش دارد. با دقت یعنی کسی که در هر کاری دقت دارد. بچه ها همه این کلمه ها با چی شروع شده؟ با، یعنی ما با اضافه کردن با به هر کلمه میتونیم کلمات جدید بسازیم. با سواد، با خبر، با دقت، با ارزش. حالا تو بگو. با حوصله یعنی کسی که حوصله دارد. با حجاب یعنی کسی که حجاب دارد. با ادب یعنی کسی که ادب دارد. با سلیقه یعنی کسی که سلیقه دارد. با نظم یعنی کسی که نظم دارد. بچه ها درس اول یاد گرفتیم به بعضی کلمه ها میشه هم اضافه کرد. توی این درس یاد گرفتیم به اول بعضی کلمه ها میشه با اضافه کرد و کلمات جدید ساخت. مترادف و متضاد. مترادف یعنی هم معنی. هم معنی های درس رو با هم بخونیم. خوشحال، شاد. جماعت، دست جمعی. همکاری، یاری. باخبر، آگاه. حرف، صحبت. کودکان، بچه ها. دلم میخواهد، دوست دارم. بسیار، خیلی. امام جماعت، پیش نماز. خانه، منزل. خارج می شدند، بیرون می رفتند. سخنان، حرفها. وجود دارد، هست. طرف، سمت. حالا متضادهای درس رو بخونیم، یعنی مخالفها. بسیار، کم. خوشحال، غمگین. بزرگ، کوچک. خنده، گریه. اولین، آخرین. خوب، بد. وارد، خارج. چپ، راست. واژه‌های مهم: بنایی، جماعت، چراغانی، حوض مسجد، کمک و همکاری، یکدیگر، پیشنماز، سخنان، استفاده، طرف، جالب، هنگام.